سلام. امروز همراه میلاد اومدیم یه بازی دیگه بهتون آموزش بدیم، بازی هیرکان که قراره برای خودتون زیست بوم اختصاصی خودتون رو بسازین، منحصر به فرد باشه، حالا با کارت‌های مختلفی که داره. بازی هم از گروه خوب هوپاه که بازی خوب خیلی زیادی داره، مثل جالیز و سلام خیلی کنم. بازی سلام. دیگه. خیلی بازی دیگه. آموزش هم روونه، با اینکه بازی خیلی استراتژیکه. بریم میلاد بهمون آموزش بده ببینیم. یکی از بازی خوبی که هوپا داره جالیزه، بازی معروفی که همه میشناسن، قدیمی، درست حسابیه و خانوادگی. این بازی هم یه بازی خیلی خوبه. هیرکان از بازی اکوسیستم گرفته شده، تحت لایسنس. بعد همون حال و هوا رو داره. حالا اومدن هیرکان به معنی جنگل های شمال کشور اومدن به قول معروف یه جور باز طراحی کردن که مثلا با حال و هوای ماها سازگارتر باشه. حیواناتی که توش استفاده کردن دقیقاً حیواناتی که تو منطقه هیرکانی استفاده میشه. توی بازی یه دونه نقشه یا پکیج نقشه و کاملی هست که هم زیستبوم مختلف حیواناتی که توی این منطقه اقلیمی هستن رو نشون داده، همین که حالا نقشه شهرهای مختلف شمال کشور، چیزهای مختلف که مثل پازل حالا کنار هم دیگه قرار میگیره. این هم میتونه واسه آموزش و مثلا یادگیری بچه‌ها خیلی چیز جالبی باشه. این از این. خب کلیات بازی رو بخوام بهتون بگم، قراره که برای حیوانات مختلف یه زیستگاه درست حسابی و قشنگ طراحی کنیم و درست کنیم، چیزی که باعث آرامششون بشه، نیازاشون رو برطرف کنه تا با درست کردن بهترین حالت‌ها بتونیم بیشترین امتیاز رو برای خودمون بگیریم. قراره که توی نوبتمون کارت بازی کنیم با کارت هایی که توی دستمون داریم، کارت های خرس و سبززار و عقاب و سنجاقک. یه زیستگاه 5x4 درست میکنیم توی 4 تا ستون و 5 تا ردیف. با 20 تا کارت باید بتونیم دقیقاً آخرین حالت، یعنی آخرین دور بازی اینه که شما 20مین کارت رو هر نفر توی دستش بازی میکنه، به اون زیستگاه خودش اضافه میکنه و بازی همونجا تموم میشه و میره واسه امتیاز شماری. بخوام خیلی ساده بهتون بگم، مثلا برای اینکه بتونید از کارت قزلالا امتیاز بگیرین، حتما باید کنار یه رودخونه یا سنجاقک باشه، دقیقاً مثل چیزی که توی واقعیت اتفاق میفته. تمام به قول معروف کارت ها همین قابلیت رو دارن و ازشون میشه امتیاز بگیرن. اول بریم چیدمان بازی. یه دسته کارت که همه رو با هم دیگه خوب بر میزنین و به پشت وسط میز قرار. به هر نفر یک دونه کارت راهنمای امتیاز شماری رو میدین که بدونه با چه المان‌هایی میتونه امتیاز بیشتری کسب کنه. هدف گذاریش کارت کاملا واضح نوشته، توضیحات تکمیلیش این که در مورد هر کدوم تک تک بیا توضیح هم بده توی دفترچه هست. یه چیزی هم فقط این پایین هست به عنوان فقدان که آخر سر واسهتون توضیح میدم. خب حالا روند بازی چجوریه؟ اول بازی به هر نفر از بازیکن‌ها 10 تا کارت میدیم. بازی توی 2 دور انجام میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این 10 تا کارت رو اول بازی به کسی یعنی نمیبینه، به پشت همه رو قرار میدین و بعد اون دیگه بازی شروع میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب بعد از اینکه 10 تا کارت رو بر زدین، همه بازیکن کارت‌های دستشون رو میبینن و یکی از کارت هایی که دوست دارن رو به انتخاب خودشون بازی میکنن طبق اون سیستم امتیازگیری که بهتون گفتم. بعد یکی دو بار بازی کردن هم کلا دستتون میاد که داستان چیه و چه جوری میتونین امتیاز بهتری بگیرین. البته اینم بگم چون کارتا زیاده و هر بار دست عوض میشه، این که بخواین خیلی دقیق روش سرمایه گذاری کنین، یعنی بگین من واسه دفعه بعد روی خرگوش مثلا برنامه‌ریزی میکنم، اینجوری نمیشه. هر بار که دستتون میاد باید ببینید که چیکار. حالا نکته جالب چیه؟ وقتی که یه دونه کارت از توی دستتون بازی کردین و توی اون شبکه 5x4تون گذاشتین که الان باید و نبایدهاشو بهتون میگم، کارتا رو اول همه به پشت میذارن، کل بازیکن‌ها کارتی که انتخاب یعنی کردن همزمان همه رو میشه و توی جایی که قراره بذارن قرار میدن. خب بعد توی دور اول مابقی کارتایی که توی دستتون که الان چون دور اوله من 9 تا تو دستمه، میام به نفر سمت چپ خودم میدم و نفر سمت چپم به نفر سمت چپ خودش میده. حالا چون بازی 2 نفر است، انگار مثلا فاطمه بقیه کارتاشو میده به من. این یه نوع سبک بازیه که تو خیلی از بازی‌ها دیدیم، مثلا همون کوکتلی هم که آموزشش رو واسهتون گذاشتم، لینکش هم واسهتون میذارم، که الان شما باید از دستی که وارد دستتون شده، یعنی برگاهی که وارد دستتون شده،
از این انتخاب کنین، این یکی رو بذارین رو زمین. به خاطر همین نمیشه خیلی برنامه‌ریزی کرد رو کارتی که تو دسته. دقیقاً. ولی بعد 4 دور، یعنی بعد از اینکه مثلا دارم میگم بعد از اگه 4 نفر باشین، بعد از 4 دور انگار برمیگرده توی دست خود دیگه. از اونجا دیگه میدونی حال و هوا چه خبره، همه کارتا 40 تا چیه که بیای روش برنامه‌ریزی. یا توی 2 نفره 20 تا کارته، میفهمی که مثلا من بیام روی این سرمایه گذاری کنم بهتره. حالا بهتون میگم که چه جوری باید از هر کارت امتیاز بگیرید. این روند انقدر اتفاق میفته که همه این 10 تا کارت بازی بشه، یعنی هر یک کارتی که ما بازی میکنیم توی زمینمون دست عوض میشه. 10 تا کارت که تموم شد 10 تا کارت جدید واسه هر نفر شمرده میشه، 10 تا به من، 10 تا باز به فاطمه انگار. توی دور دوم بازی هر نفر بعد از اینکه کارتشو توی زمین خودش اضافه کرد، کارتای باقی مونده دستتون میده به نفر سمت راست. جهت آره، به جای اینکه مثلا پاد ساعتگرد باشه ساعتگرد، یا ساعتگرد میشه پاد ساعتگرد. این میشه بعدش که 20 تا کارت چیده شد، به قول معروف امتیاز شماری و تموم. حالا باید و نبایدهای بازی نگاه کنین. شما برای اینکه امتیاز بخواید، به اینکه گفتم باید از توی برگه راهنما دقت کنین، زیرش هم دقیقاً همه چی به قول معروف به عنوان آیکون گرافی گذاشته شده. بعد یه دور بازی قشنگ دستتون، اصلا چیز عجیبی نیست. این از این. ولی بعد از اینکه چند تا از خونه ها رو گذاشتیم، فرض کنیم به این حالت. خب حالا باید و نبایدش. شما کارت جدیدی که میخواین وارد زمینتون کنین توی هر دوره بازی، حتما باید مجاور یک عدد از کارت‌های قبلیتون باشه. یعنی چی؟ یعنی توی این حالت، من وسط بیارم که دقیق معلوم بشه، توی این حالت من میتونم این کارت رو اینجا اضافه کنم، اینجا میتونم اضافه کنم، اینجا میتونم اضافه کنم چون با این در ارتباطه، این پایین میتونم اضافه کنم، اینجا میشه. یعنی گوشه به این حالت نمیشه. آفرین. مورب به هیچ عنوان نمیتونیم بزنین، نه اینجا نه اینجا. این از این. بیشتر از 4 به قول معروف 5 ستون و 4 ردیف و 5 ستون هم نمیتونیم بذاریم. یعنی حد اکثر چیزی که برای شما ساخته میشه میتونه این باشه. به هیچ عنوان این فرم عوض نمیشه. یعنی نمیتونیم مثلا توی یه خونه 6 تا بذارین یا مدل دیگه، یا حتی 4x5 رو عوض کنیم. دقیقاً باید توی این حالت بازی تموم بشه. هیچ مدل دیگه ای نمیتونی این کار رو انجام بدین. خب به هیچ عنوان کارتایی که قبلا گذاشتین و جاشو نمیتونین عوض کنیم مگه با یک دونه کارت که کارت خرگوش، حالا اون واسهتون توضیح میدم. چیدمان آخر بازی باید این باشه. پس به مورب به هیچ عنوان نمیتونیم بزنیم، حتما باید به قول من مجاور هم دیگه باشن. نهایتا این شکل باید براتون درست بشه. و اینکه مثلا یه کارت رو بیان اینجا بذارین، یا مثلا این کارت 5x5 رو یه فاصله بدین، همه کارتا رو اینجوری بذارین، این چیزا وجود نداره. همه چی باید مرتب و تمیز باشه. این از این. حالا امتیازگیری که قرار بگیرین چی جوریه؟ توی گیم پلی هم حالا دقیقاً متوجه میشین. یه دور امتیاز شماری هم انجام میدیم که راحت متوجه شین. ولی حالا خلاصه بهتون بگم، قراره با هر کارتی که بازی میکنیم با یه برنامه‌ریزی درست امتیاز بگیریم. از کارت خرس چجوری امتیاز میگیرین؟ اینا رو میذارم کنار. کارت خرس اینجوری به شما امتیاز میده که هر کارت قزل آلا یا زنبوری که کنارش باشه براتون 2 امتیاز داره. اینم زنبور. خب تو این حالت حالا میتونید اصلا 4 طرفش بذارید. اینو نکته گوش بدین. حالا اگه مثلا یه زنبور اینجا بذاریم، خب باز دوباره یه امتیاز جدا، بازم یه امتیاز. نگاه کنید الان تو این حالت این خرس برای شما 1 2 3 تا مجاور داره از اون قابلیت هایی که بهتون گفتم. یعنی کنار زنبور و قزلالاس، انگار مثلا شکارش تامینه، غذاش تامینه. و 3 2 تا 6 امتیاز بابت این خرس، این یه دونه خرس میگیره. حالا اگه یه خرس دیگه تو بازی باشه مثل اینجا رو خوب گوش بدین. شما میان تک تک حساب میکنین. یعنی یه بار واسه این خرس 1 2 3 تا میشمارین ضرب در 2 امتیاز که دقیقاً زیرش نوشته 2 ستاره بابت زنبور یا قزل‌آلای مجاور خودش. 1 2 3 بابت این خرس و 1 2 بابت این خرس. جمعا میشه 5 تا. 5 2 تا 10 امتیاز از این 2 تا خرس بابتش میگیره. پس اینجوری نیست که چون این زنبور برای این استفاده شد برای این نه 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 نه، همه واسه هم دیگه است. این میشه از خرس. سبززار به تعداد کارت های پیوسته کنار همدیگه برای شما امتیاز داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا 5 تا سبززار
نکنین یه سبززار هیچ امتیازی برای شما نداره، تکی اگه باشه. اما اگه سبززارا کنار هم باشن و چند تا سبززار بزرگ تشکیل بدین، حالا به هر شکلی، ولی قانون مجاور شکل بگیره، شما بابتش امتیاز میگیرین. بابت یکیش امتیازی نمیگیرین، 2 تا کنار هم 3 امتیاز، 3 تا 6 امتیاز، 4 تا 10 امتیاز. 5 تا یا بیشتر، یعنی اصلا شما 10 تا بسازین باز 15 امتیاز، بیشتر از 15 هیچ وقت نمیشه. خب اینجا یه حالت رو به شما بگم. الان تو این حالت اینجا 4 تا حساب میشه دیگه، 5 تا حساب نمیشه، چون این مجاور نیست، مجاور میشه متصل به قبلی. این شو سبززار. توی عقاب میگه هر کارت قزل‌آلا یا خرگوشی که توی فاصله دوتایی ازش باشه. فرض کنید یه عقاب اینجا من میذارم، یکی اینجاست و یکی اینجا، توی فاصله دوتاییشه، پس 4 امتیاز براش داره تو فاصله دوتایی. حتی مورب هم توی این قسمت قرار داده شده، یعنی توی این حالت هم یکی دوتا، آره موربش هم حساب میشه، توی خود آیکون گرافیش هم دقیق هست. همه اینا مثل حالت خرس، اگه تعداد بیشتری بود، اگه اینجا یه عقاب دیگه بود، باز قبلی ها رو میشمارن. اینجوری نیست که فکر کنید این قزل‌آلا تومه این عقاب شده. سنجاقک و رود و قزل‌آلا همین داستانا رو دارن. سنجاقک خیلی ساده از روی دفترچه‌ش هم بخونم. سنجاقک بهتون میگه که به تعداد کارت‌های رودی که کنارش باشه دقیقاً مجاورش باشه. رود طولانی ترین شبکه‌ای که بسازین، نفر اولی که طولانی ترین شبکه رو ساخته باشه 8 امتیاز میگیره، مثل همون حالتی که واسه سبززار بود. نفر دوم 5 امتیاز. اگه 2 نفر اول شریک بودن، یعنی هر دو تا مثلا انگار 6 تا ساختن، 2 نفر هر دو تا امتیاز 8 میگن، نفر دوم یا سوم دیگه چیزی نمیگیره. امتیاز دوم دیگه نمیگیره. نه. این از این. زنبورم برای هر کارت سبززاری که کنارش باشه 3 امتیاز میگیره. خرگوش که یه نکته مهم داره، زمانی که توی بازی قرار بگیره در هر صورت 1 امتیاز واسه شما داره، هر جای زمین قرار بگیره. نکتهش اینه که وقتی اینو قرار دادین توی زمینتون، میتونین جای 2 تا کارت رو با هم دیگه عوض کنین. یعنی اینجوری اگه بگم ارزش مترجم میشه، میاد اینجا انگار سبززارم به هم دیگه چسبیده شد و چی میشه. نکته اینه که خود خرگوش رو نمیتونین جاشو عوض کنین، مثلا بگم 2 تا کارت دیگه، 2 تا کارتی که از قبل توی زمین گذاشته بودین رو میتونین جاشو عوض کنین. این شد از این. برای گرگم که بیشترین تعداد 12 امتیاز و نفر دوم 8 امتیاز، نفر سوم 4 امتیاز. اگه 2 نفر با همدیگه مثال 8 تا گرگ داشتن، هر دوتاشون بشن نفر اول، جفتشون 12 امتیاز میگیرن. نفر دوم دیگه چیزی نمیگیره، امتیاز نداره، یک دفعه میره واسه نفر سوم. یعنی نفر سوم اگه 6 تا گرگ داشته باشه 4 امتیاز میگیره. توی دفترچه اشتباهی نمیشه 6 امتیاز. ولی خب اینجا درست نوشته. اینجا درست نوشته. یعنی اگه ما به 3 نفر جایزه میدیم، اینم نکته رو فراموش نکنید، حتما باید یه چیز از اون منبع داشته باشن، یعنی از اون گرگ داشته باشن که وارد اصلا این زنجیره بشن. نه اینکه مثلا من 10 تا گرگ داشته باشم، فاطمه هیچی نداشته، من بشم نفر دوم، فاطمه بشه نفر دوم. نیست، حتما باید حداقل یه گرگ داشته باشه تا اصلا وارد این امتیاز شماری بشه. اگه نه وارد فقدان میشه. مثلا تو روبا هم میگه که اگه کنار خرس یا گرگ نباشه، تو مجاورتش نباشه، برای شما 3 امتیاز داره. مرال، اینم مرال هم که همین مثل گوزن حالا شمالیه تیه نمیدونم، این میگه تو هر ردیف یا ستون حد اکثر یکی باشه. مثل قانون سودوکو هست که میگه مثلا توی یه ردیف اگه یک گذاشتین فقط یه دونه باشه. این میگه که اگه بیشتر بود امتیازتون نمیسوزه، توی این ردیف بیشتر بود امتیازی نمیسوزه، ولی حد اکثر همون 2 امتیاز رو میگیره. اما اگه مثلا اینجا بود، انگار دو تاش هم یه دونه حساب میشه، باز توی این ردیف و توی این ستون یکی 2 تا حساب میشه، ضرب در 2 4 تا. این شد کل امتیازگیری از کارت های مختلف، روش امتیازگیری. حالا توی گیم پلی هم دقیقا متوجه میشین. یه دونه ما فقدان داریم. اون داستانش چیه؟ بعد از اینکه کل کارتاتون امتیازا رو نوشتین، از کارت هایی که امتیازشو نگرفتین، یعنی اصلا توی زیست بومتون یا زیستگاهتون قرار ندادین، اونو جمع میکنین به علاوه کارت هایی که گذاشتین، خب اما هیچ تأثیری براتون نداشت. مثال روباه گذاشتین توی زیستگاهتون، اما پلوی خرس یا گرگ بود و امتیازی برای شما نداشت، انگار کارت الکی گذاشتین، یا یه روباه رو الکی مثلا انگار سوخت دادین.
اینم به علاوه اون میکنی، یعنی این دوتا با هم دیگه جمع شد. به علاوه اینکه تو کارت رود و گرگ امتیازی کسب نکردیم، یعنی گرگ گذاشتیم ولی نفر چهارم شدیم، عملا باز امتیازی کسب. هر کدوم اینا که امتیازی کسب نکردین توی این دفترچه مینویسین تک تک امتیازا رو، توی هر کدوم که امتیاز نگرفتین ثبت میکنین. بر اساس چیزی که کم دارین میاد اینجا. اگه کمتر از 2 تا کم داشتین 12 امتیاز به امتیازاتتون عوض میشه، اضافه میشه. آره. اما اگه مثال 4 تا چیز کم داشتین، یعنی از 4 گزینه توی زیستگاهتون امتیاز نگرفتین، شما 3 امتیاز فقط میگیرین. این داره به شما اینجوری میگه که از همه چی جمع کنین. انگار کسی که تو زیستگاهش تنوع بیشتر و درستری داشته باشه اینجا یه تنوع زیستی بهتری میگیره، اونی که نداشته باشه عملا فقدان داره تو زیستگاهش و امتیاز کمتری میگیره یا امتیاز منفی. یعنی اگه کمتر از 2 باشه 12 امتیاز دفعه میگیریم. 12 امتیاز میگیریم دقیقاً. پس باید سعی کنین که تنوع بیشتری توی زمینتون داشته باشین. دیگه چیز خاصی نمیمونه، میره تو قسمت امتیاز شماری و امتیاز شماری هم که بهتون گفتم. ولی اینکه بخوای خیلی دقیق بذاری که این کنار اون کنار اون، آره دیگه برنامه‌ریزی میخواد. نه بازی درست حسابی و قشنگیه، جدا از این که مثلا حالا آرت خیلی قشنگ و درست، کیفیت کارتا خیلی بالا، همه جوره اوکیه. بغل این توی این به قول معروف دفترچه‌ای که برگه راهنمایی هم که کنارتون باشن، کنار خصم مثلا زده 12 تا، سبززار 20 تا یا عقاب 8 تا. این تعداد کارتیه که از این به قول معروف حیوان توی کل بازی هست، توی دست کارت هست، یعنی 20 تا سبززار تو کل کارت هست. دیگه چیز دیگه نمیمونه. بعضا یه گیم پلی بریم و ببینیم که داستان چیه. مرسی. بریم حالا با گیم پلی بازی. نفر 10 تا فاطمه کارت به هر کدوممون میده. نکنین درس در تو روش 2 نفر یه سری تغییرات ایجاد میشه، خب ولی ما با همون روشی که واسه تعداد بیشتر انجام میشه بازی میکنیم، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، همون حالت هاست. ولی حالا گفته تو دفترچه یه سری تغییرات انجام میدیم که حالا اون انجام نمیدیم، شما راحت تر میکنید. هر چی تعداد افرادم بیشتر باشه هم بازی قشنگ‌تر میشه. خب آره دیگه، اینکه کارتای بچرخه به دست برسه اینا. خب بریم. آره من یه گرگ روباه بازی کردم. من خرس بازی کردم. اینجا بذاریم که معلوم باشه. خب کارتا رو با هم دیگه جابجا میکنیم. اگه هم هر کدوم مشکل، هم آیکون گرافیه پلوشون واضحه، همین که به قول معروف بهتون 1 2 3 من یه روباه بازی کردم. یک دو سه من یه دونه رود بازی کردم. حالا توی 2 نفری یکم دستا سخت‌تره دیگه چیدن، به قول من بهتر. بریم. خب 1 2 3 من اینو بازی میکنم. یه قزلالا بازی کردم. فاطمه یه خرگوش بازی کرد. خرگوش حالا خب من اینجا خب نه هیچ اوکی. 1 2 3 من یه گرگ بازی کردم. خب چی بود؟ حواستون به اون کارتایی هم که به حریف میدین باشه، چون باید هی یادتون باشه که چیا دست بقیه میفته. مثلا میتونین روی دشت و کشتار و اینا حساب باز کنین یا نه. من یک گرگ رو کردم. من 5 تای اینجام اوکی شد. الان باید برم روی 4 تا ردیفم. خب خب بریم این میاد اینجا. خب 3 تا دیگه مونده. بریم. اینم بذار میاد اینجا. 2 تا هم عوض میشه دیگه. کم کم داره اون زیست بومه شکل میگیره دیگه. 1 2 3 دیگه. اینم اینجا. کارت آخر هم باید بذاری. حالا ما با این مدل ساختیم. شما دیگه فاطمه هم مثلا مدلش با مدل من فرق داره دیگه. این هم دیگه باید بذاریم. خرس دست اومد. اینم که اینجا میذارم.
خیلی حرص. خب میریم واسه 10 تای دوم. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. خب باز ای بابا من اینو بازی میکنم. من اینو بازی میکنم. میاد اینجا کارتا عوض میشه. من بریم اینو بازی بازی می‌کنم. میکنم. خب بعد هر کدوم الان فکر می‌کنم اصلا خیلی امتیاز بیشتری آره. داریم. میام بگم من الان خدای امتیازم. خب ای بابا من صبر کن. اینو بازی منم اینو میکنم. بازی میکنم. اینو از این. چه کارتی که میخوام اصلا نیومد. بعد حواستون به کارتای حریفاتون هم حتما باشه که اونا برنامهشون چی و چی جوری دارن بازی رو انجام میدن. اینجا بازی میکنم. اینجا حالا ما تو گیم پلی یکم باید سریعتر انجام آره بدیم. بخاطر خیلی فکر نمیکنم. آره ولی از شما باید آرومتر بازی کنین، دقیق حساب کتاب کنین که مثلا کدوم و کجا بذارین واسهتون بهتر و قشنگتر یه بشه. لحظه بعد بازیش هم یه جوریه که حواستون باید هم به زمین خودتون باشه، هم به زمین حریفا، هم به کارتایی که هی داره توی دست بقیه میچرخه، چون همه رو دیدین. بعد بازی شوه دیگه. باید حواستون باشه که مثال اگه دارین میبینی حریفتون توی گرگ جلو افتاده، نیاین کارت حتی کارت گرگ اگه به ضررتون بود یه جایی مثلا سود نداشت، کاری نکنین که حریفتون امتیاز کامل اونو بگیره. یه سوختی واسه حریف آره. نگه داری. این میشه این. من اینو بازی میکنم. خب باز عوض میشه. من اینو بازی میکنم. منم اینو بازی میکنم. بعد از هر چیزی هم سعی کنین داشته باشین که توی زیست بومتون امتیازشو بتونین هرچی بگیرین. تعدادم بیشتر میشه تنوع کارتایی هم که میره میاد اصلا بیشتر میشه. دقیقا. خب اینو بازی میکنم. اینو بیا. به درد من نمیخورن اصلا. اینو بازی میکنم. اینو بذار. مثلا من الان اینجا سنجاقک رو گوشتم که اون فقدان رو نداشته باشن که مثلا توی چیم نباشه. البته باز ازش امتیاز نمیگیرم و فقدانش انگار هست. آره. اینجام اینم آخری. روباه افتاد بغل خرس، امتیاز اینم نمیگیرم. کل بازی وقتی که این به قول 4 در 5 درست شد کامل میشه. خب حالا تعداد بیشتر 100% هیجانش بیشتر، جالبتر میشه. بعد بهتون بگم که الان میریم تو فاز امتیاز شماری. تو فاز امتیاز شماری از همین به قول معروف اینم میلاد ترتیبی که خودش نوشته بزنی خیلی راحت تر میشه. مثال خرس، من الان میخوام خرسامو حساب کنم. یه قزلاله کنار اینه، جای دیگه نیست. 2 تا 3 تا 3 تا بابتش میگم 3 2 تا 6 تا بابت این میگیرم. بعدی زنبور میگه من اصلا زنبور ندارم، میشه فقدان. سبززار دارم، یکی بیشتره. من یکی باز هیچ امتیازی ازش نمیگیرم. یکی صفره. قزلالا دارم، امتیاز میگیرم بغل رودخونه است. یکی 2 تا 2 تا 2 تا این حساب نمیشه چون موربه. 2 تا میشه 4 امتیاز. عقاب یکی 2 تا 3 تا 4 تا 4 تا میشه 4 2 تا 8 تا. خرگوش ندارم. سنجاقک یکی دارم اما کنار رودخونه نیست، بازم اون میشه جزء فقدانم. روباه دارم 1 2 این کنار خرس حساب نمیشه، اونم حساب 6 امتیاز. این مورب حساب میشه اگه کنارش باشه؟ نه زیرشه دیگه. نه کلا سوال پرسیدم. مرال یه دونه دارم که امتیازشو میگیرم. رودخونه دومم 5 امتیاز میگیرم. دومی چرا مثلا رودخونه نداری؟ خب پس من 8 امتیاز اینجا میگیرم. گرگ بیشترین مال منه، 12 امتیاز میگیرم. تنوع چیزایی که الان نیست رو باید بنویسین. میشه 1 2 3 4
4 تا چیز بود که من نداشتم یا نتونستم ازش امتیاز بگیرم. این 4 تا میشه 4 تا 3 امتیاز. امتیاز میگیرم. 3 امتیاز. حالا جمعش هم میشه 10 امتیاز و 18 امتیاز، 24 امتیاز، 26 امتیاز، 34 امتیاز، 36 امتیاز، 46 امتیاز، 49 امتیاز شد جمع امتیازهای من. این شد از من. حالا واسه فاطمه هم که شد، اول باز از خرس شروع میکنیم. 1 2 تا 3 تا، این 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا. خیلیه. 8 2 تا 16 تا. هرچی جمع کردم خرس. توی زنبورم داره. زنبور گفته کنار سبززار باشه. یه دونه داره، یه دونه بهش 3 امتیاز میده. سبززار بیشتره، یعنی 1 2 3 تاست، 6 امتیاز. قزل آلام داره ولی جای اشتباه. آره هیچی. عقاب یک دونه داره که از این امتیاز میگیره، 2 امتیاز دیگه. عقاب نداره. خرگوش 2 امتیاز، بخش 1 امتیاز خرگوش داره. سنجاقک اینجاست کنار رودخونه باید باشه، پس امتیاز نمیگه، میره جزو اون فقدانش. روباه کنار اینو امتیاز میگیره، اینو نمیگیره چون کنار خرسه. روباه میشه 3 امتیاز. مرال نداره کلن. رودم نداره. گرگ دوم شد 8 امتیاز. تنوع 1 2 3 4 تا 3 امتیاز میده. 3 امتیاز. جمع امتیازهای فاطمه هم شد 19 امتیاز، 25 امتیاز، 27 امتیاز، 28 امتیاز، 28 امتیاز و 3 31 امتیاز، 39 امتیاز، 42 امتیاز من بردم. خب حالا در کل بازی همینه، فضای بازی همینه. تو تعداد بیشتر 100% شلوغ‌تر میشه بازی هیجانش بیشتر میشه. بیشتر میان. ما الان 20 تا کارت تو بازی بود که جابجا می‌کنیم، مثلا اگه 4 تا باشیم 40 تا دقیقاً 40 تا کارت جابجا میشه. 80 تا 40 تا تو هر دور. آره 40 تا تو هر دور میشه 80 تا در کل. بیشتر انگار دستتون بازتره که برنامه‌ریزی درست‌تر انجام بدید. میگم قانون 2 نفرش هم یه سری تغییرات داشت ولی چون اکثرا این بازی رو تو تعداد بیشتر بازی میکنن، ما هم اینجوری یاد دادیم که راحت‌تر باشین. بعد دیگه چیز دیگه ای نداره، کلیاتش همین. خیلی بازی قشنگه، بامزه است، آرت خیلی خوبی داره، کیفیت خیلی خوبی داره. حتما بهتون پیشنهاد میدم. یه بازی سرگرم کننده و خانوادگی و جمع و جور و راحته. اگه سوالی چیزی هم بود حتما ازمون بپرسین. آره حتما ما رو دنبال کنیم، خوشحال میشیم. انگیزه بهمون میده فیلم‌های بهتر بیشتر بسازیم براتون. مرسی.